دوستای عزیز سلام، خسته نباشید. امروز اومدیم به کاش چسبی وسط کابینت. اینجا میکستم منطقه بنی هاشم میشه، بنی هاشم تهران، میدون بنی هاشم که همه شنیده. اینجا اومدیم کاشی چسبی وسط کابینت، کاشی های 120 در 60 کلن فارسی میشه و 60 باید بخوره. وسط های کابینت هم که شده گچ رو گچ میچسبونیم. کاشی چسبی دوستای عزیز اینم کاشی چسبی با همین سادگی راحتی. دوستای عزیز گرانقدر، ما الان چکوشمو گذاشتم پیش دوربین، پیش گوشی که الان مجبورم با دستم کاشی چپ کنیم. البته این چسبا دیگه نیاز به چکوشم نداره، دیوارش صافه، فقط گوشی شکستگی هم نداره. دوستا گوشیم افتاد نزدیک بود ویش کنه. یا منش کم میده شد پروا نداشت. دوستاش پروا نداشت بگو دوستان شد دیگه. حالا کسی میگی کسی نرشته هم دوستان شد دیگه، پروا نیست. اینجا سر شازده داشت وقتی میگردم جنان اینجا میفته. حالا بله ازی برم تیکه بعدی رو بچسبونیم دوربین متامفره. بسیار اکتراز باید نمال اکتراز کنم. امروز شاگرد ندارم، روز جمعه شاگردا که بچه هم را فوتبال، من تنها اومدم سر کار. یه در لاشه زیرش میخواد. خب دوستای گل، خواهیشی که شما دارم که این کانال ما رو سابسکرایب کنید، ما میتونیم برای شما ویدیوهای خیلی خوب بذاریم و نمونه کاری های خوب براتون در میون بذاریم که ببینید اش استفاده کنید. الان شد تراس، این تیکه بالاییشه به همین ترتیب ما در روی زیمو کنم. خلاص چسب پیشنده دیگه کارش درسته. خب این هم از کاری که ما در ایران انجام میدیم، کارهای به اصطلاح کارهای فنی دیگه. کارهای کاشکاری دیگه میشه کارهای فنی به اصطلاح. دوستای عزیز خیلی ساده چسب میکشید رو کاشی. کاری نداره، خیلی کار ساده، هر کی کار نکرده خیلی ساده. فقط چسب میکشید رو کاشی و باید کاتکشانه ای لازمه. کاتکشانه دو سه بار
قشنگ یادگیری کنید کاشی چسب کنید این کاشی رو چسبه رو اینجا بندازیم پیستاکارا اونور کار ندارد سرسرهای کابلی کار باید بریم بسیار نشد به همین راحتی کاشی کنید و السلام علیکم و رحمت الله. کاری ندارم دوستای عزیز، فقط همت کنید کار یاد بگیرید. کار یاد گرفتن که کار نداره. به همین راحتی میذاری بالا، چکوش هم که لازم نداره. ببین فقط با دست دو سه بار تکون میدی دیگه این چسب جوری میگیره که اصلا تکان نمیخوره. این هم از